بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية شل حديث إمام نووي. الحديث 29 حديث بستنهم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. یعنی از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکنند که گفتم ای پیغمبر الله، مرا خبر ده از کاری که مرا به بهشت داخل کند و از آتش دور گرداند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت: لقد سألت عن عظیم و انه لیسیر علی من یسره الله علیه. یعنی به درستی مرا از کار بزرگ سوال کردی. در حقیقت این کار تنها بر کسی آسان است که الله تعالی آن را بر وی میسر گرداند. به کسی الله سبحانه و تعالی میسر گردانید باشه برای وی آسان است. تعبد الله لا تشرك به شیئا. الله را عبادت میکنی و با او هیچ چیز را شریک مقرر نمیکنی. و تقیم الصلاة و نماز بگذاری و تصوم رمضان و تؤتی الزکات باید باشد خلاص و زکات بدهی و تصوم رمضان و ماه رمضان را روزه بگیری یا روزه بداری و تحج البیت و خانه را حج بکنی، یعنی خانه الله را زیارت کنی. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير. سپس گفت آیا تو را به دروازه های خیر دلالت کنم؟ الصوم جنة، روزه سپر است. و صدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. و صدقه گناه را محو می سازد چنانه که آب آتش را خاموش می سازد. و صلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. و در نیمه شب نماز میگذاری، یا که در نیمه شب نماز گذاریدنی انسان است. گفت پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیت را تلاوت کرد. معنای آیت: پهلوهایشان از بسترها دور می شود. گفته تا یعنی که یعملون را تلاوت کرد. سوره سجده آیت 16. ثم قال، بعد از آن گفت: الا اخبرك برأس الامر و عموده و ذروة سنامه. یا که ذروه میشه. سپس گفت آیا تو را یا که تو را از سرآمدی همه کارها، ستونی آن و بلندترینی آن خبر دهم؟ قلت بلى یا رسول الله. گفتم آره ای پیغمبر الله. قال: رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد. گفت صلی الله علیه و آله و سلم: سرآمدی کارها اسلام است، ستون آن نماز است و بلندترین مقام آن جهاد است. دیدن از چی سر میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ اسلام. مردم از اسلام خبردار نیست، دست سینه میزند که من جهاد میرم. خیلی مجاهدا را طی 7 سال 8 سال قریب 10 سال من میدونم که در جوشون غیجیدن ایستادن. اسلام خبردار نه، معنای اسلام نمیدونه. الاسلام و الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعت
والبراءة من الشرك وأهله تماما نمیفهمم بفهمی اینا هم نمیرم. ستونی آن نماز است. خیالش هم تو یک نماز هم کورکورانه خواندن. نه، ستونی آن نماز است. نماز باید فهمی نماز چیست، شرطای نماز، ارکان نماز، واجبات نماز میدونی. انا همه وقتی که بعد از اسلام دانستنت و بعد از نماز دانستنت بعد دعوای جهاد کنی با یک ارزش داره. بلندترین مقام آن جهاد است، یعنی قامتی تال نمیرسه و جهاد بلنده یا خیر. ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله. سپس گفت آیا تو را از اصل همین آنها خبر دهم؟ یعنی همینو با اصل داره، ریشه داره. قلت بلا یا رسول الله. گفتم آره پیغمبر الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. پس به زبانش اشاره کرده گفت، یا که بعضی روایتان ده زبانش گرفت، این خپیده گفت که این را نگه دار، یعنی همین زبانت نگه دار. قلت یا نبی الله و انا لمؤاخذون بما نتكلم به. من گفتم که ای پیغمبر الله، آیا برای آنچه که ما میگوییم نکوهش کرده میشویم؟ یعنی هر یک سخنی که ما گپ میزنیم به این زبان با جوابگری کشیده میشویم؟ فقال ثكلتك امك یا معاذ وهل يكب الناس، بعضی وقتا يكبون است، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. سپس او صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت مادرت از تو جدا باد. یعنی که ظاهرا دعای بد است ولی معنی خوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است اینه. مگر آدمان را بر رویهایشان، یا اینکه گفت بر بینیهایشان به جز محصولی بدی زبانهایشان باز برای دیگر چیز به آتش می افکنند. یعنی همون مردمایی که بسر در آتش می افتند و بینی یعنی که به آتش می افتند به جز یعنی که محصول و حاصلی همون بدی زبانشون دیگه کدوم کار اینا رو بچنین بلا گرفتار کرده است. همین است. رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. حدیثه یعنی که ترمذی روایت کرد، گفته است که حدیثی خوب و صحیح است. شیخ البانی اینم حسن رو گفته است و شیخ خب مهم، یعنی به مجموع طرقش صحیحش گفته، چون در بعضی در اسنادش بعضی چیزها هستن. فهمیده نه؟ امید بارک الله فیکم. حدیثی امروزی ما الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.